با چمدون ساکن داشتم جا میموندم از اونجا. اتاقو تخلیه کنیم یه جورایی. سلام، خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه. خیلی سریع بهتون بگم که من برای فردا بلیط گرفتم. خیلی یهویی قرار بود 2 روز دیگه برم، ولی همین الان بلیطمو گرفتم برای فردا 11 صبح. بعد الان چمدونمو جمع کنم، وسایل رو جمع کنیم، اتاقو تخلیه کنیم یه جورایی، طبقه هامونو، مواد غذاییمونو، چون تا 15 16 روز دیگه هیچ کدوم از بچه‌ها نمیان. منم آخرین نفریم که دارم میرم و خب باید همه چی رو جمع کنیم که فاسد نشه، یه موقعی اتاق بو نگیره. الان میریم با هم چمدون رو جمع میکنیم و کلا تو پروسه رفتنم با منید. خب تا اینجا که دیدید الان ظرف و ظروفایی که اینجا میمونه رو اوکی کردم. طبقه یخچالم خالی کردم که فاسد نشه. الان من چمدونمو ببندم. فقط چمدونمو میبرم با یه ساک ورزشی. برای 15 16 روز بعد لباس ببرم، کتابامو باید ببرم، جزوه هامو، و اینکه اینجا باید سری لباس بذارم چون نباید خیلی سنگین کنم. با مترو میرم، نمیخوام چمدونم خیلی سنگین باشه. بعد از اون ور احتمالاً این سری وسایل برم، پس باید سری چمدونم خالی بمونه. واقعا سخته این مرحله، خیلی سخته. اینو دارم، اینو باید پر کنم از لباسایی که نمیخوام ببرم، اینجا بذارم تو کمدم. اینو میذارم توی کمد. بعد اونجا لباسای بیرونیمه. باید اول سری لباس بذارم، بعد از اونها باید بیارم، اونم ببرم، لباسایی که میخوام بپوشم. و خلاصه خیلی گیجم واقعا. امیدوارم سریع بتونم چمدون درست حسابی ببندم. بهتون نشون میدم هر کاری خواستم بکنم. خب اول یه چیز کنیم، لباسایی که نمیخوام ببرم و مطمئنا نمیبرم. این شلوارک است که فکر نکنم استفاده کنم. احتمال داره اونجا بخوام ویدیو دنس بگیرم و خب این واسه من بیشتر واسه اون استفاده میکنم. من خب احتمالش کمه چون نه باید واسه دیگه این شلوار کارگارم که اصلا نمیپوشم. اینجا اینا رو نمی‌آوردم اینجا، چه برسه اینکه بخوام از اینجا دوباره ببرم. خب بچه‌ها، من یه ساعتی میشه از آخرین ویدیویی که دیدید تقریبا همه چی رو جمع کردم. یه سری ریزه میزه مونده. چمدون رو چیدم، این ساک ورزشیمو تقریبا پر کردم، یه کفش گذاشتم، بوتامو میپوشم، یه دونه کفشم برداشتم، یه سری تناب و دستکشویی تو ساک ورزشیم گذاشتم. این کوله رو کامل پر کردم برای وسایلی که اینجا میذارم. اینو داشتیم پر می‌کردیم اگه یادتون باشه، ولی خب خالیش کردم چون من رو تختی و بالشامو بذارم توش. دیگه میمونه فقط وسایل بهداشتی و چیزایی که توی اینا رو
که حالا جمع میکنم. واقعا خسته شدم. اینجا هم جیبه یه سری وسایل بهداشتی گذاشتم که باید ببرم. اینم میبرم واسه چرت و پرت. این کاپشن هم تصمیم گرفتم در برم از تو چمدون چون خیلی پفی و جا میگیره، میتونم با بقیه لباسا گرم نگه دارم خودمون. آره دیگه همینا، اینا رو میپوشم. حالا بعد بهتون نشون میدم. فعلا همینجا تا بعد. این قسمت زیر تخت رو هیچ کدومو نمیبرم. همه وسایلی که نمیخوام ببرم میسرش رو اینجا چیدم. اینجا کفش و اینا گذاشتم، کفش و شوینده هامو. اینجا هم پر از شوینده و وسایل دیگه است. واقعا خسته شدم دیگه. اینجا هم اینا رو بر نمیدارم، هم اینجا میذارم. آره اینم از وضعیت چمدون فعلا. بالاخره تموم شد این ساک و این چمدون رو فقط میبرم. چمدونم هم واسه نبستمشون، فردا بعد سری وسیله از زیرش در بیارم استفاده کنم دوباره بذارم. ولی خب تموم شد. اینا رو میپوشم به علاوه هودی. اینا هم باید دستم بگیرم. ساکم هم که میاد روی چمدون. اینا رو هم فردا باید جمع کنم بذارم توی اونجا. لباسایی که موندو این رو انداختم روش. آره خلاصه فعلا تموم شد. بریم بخوابیم که فردا صبح باید صبح زود بیدار شیم. فعلا از صبح فردا میام. صبحتون بخیر. من بیدار شدم، یه دوش گرفتم، یه سری از وسایلی که مونده بود تیکه تیکه یه ذره اینجا یه ذره اونجا، اونا رو جمع جور کردم. یه نیم ساعت 40 دقیقه دیگه هم راه میافتیم و میریم خونمون. آمادم، فقط واسه اینکه مطمئنم پوستم خیلی قرار خشک بشه یه ذره آبرسان بال میزنیم و میریم. دیر نشده هنوز، اوکی وقت داریم. چرا نمیرسیم؟ مترو رو سوار شدم، نتونستم بگیرم چون خیلی شلوغ بود. همینجوری هم با چمدون استاکم داشتم جا میموندم، از یعنی خب جا نمیموندم ولی خب نمیشد اونجا گوشی در بیارم ویدیو بگیرم. ولی خب الان سوار قطار شدم و دارم میرم سمت کوچه. یکم دیگه میرسم، بعد با تاکسی میریم. فعلا went pretty much like this. If you were on a Christmas day,
If you could